خب امروز اگه اشتباه نکنم 14 شهریور ماه باید باشه، نه 13 و اینجا هم گردنه حیرانه. اون کوههای سرسبزی که میبینید کشور آذربایجانه. کشور آذربایجانه. اونم کوههای جنگلی و تا اون پایین هم که نگاه میکنیم قشنگ همه جنگل ها پره. حالا طرف ایران رو ببینیم، همون کوه این طرف هم هست. این وضعیت جنگل کوههای ایران. تخریب و نابودی طبیعت کشور ایران چند صد برابر دنیاست متاسفانه. حالا اینا باید همه جنگل باشه، هیچ چیزی نیست، کچل.